الذي يدعم الكيان الصهيوني والذي رفض أن تتواصل. بغداد دیشب شاهد تظاهرات مردمی در اعتراض به سفر وزیر امور خارجه آمریکا بود. هزاران شهروند عراقی با تجمع در میدان التحریر سفر بلینکن به کشورشان را محکوم کردند. این محکومیت که در راستای مخالفت روزافزون عراقی‌ها با حضور آمریکایی‌ها در کشورشان است، به حدی موجب نگرانی واشنگتن شده که بلینکن را مجبور کرد در حین سفر به بغداد جلیقه ضد گلوله بپوشد. همزمان در مرز عراق با اردن نیز تحصن شهروندان این کشور وارد 18مین روز خود شده است. این بار علمای دینی نجف اشرف هم به جمع تحصن کنندگان افزوده شدند. نعم نعم فلسطین، نعم نعم یا غزه، نعم نعم یا غزه. الكل جاء نصرة لإخواننا في فلسطين. هدفمون یاری رساندن به مردم فلسطینه. برای جهاد در فلسطین آماده ایم و هر لحظه منتظر فرمان مرجعیت دینی هستیم. عراقی ها معتقدند تا زمانی که کشور اردن به درخواست عراقی ها برای کمک رسانی به مردم غزه پاسخ ندهد، به تحصن خود در مرز ادامه خواهند داد. على الحدود العراقية الأردنية ونقيم هذا الاعتصام. تا زمانی که اردن به ما اجازه نده از طریق خاکش به مردم فلسطین کمک کنیم، به تحصن خودمون در مرز ادامه میدیم. اليوم محافظة المثنى الحدود العراقية الأردنية. از استان المثنی به نقطه صفر مرزی عراق با اردن اومدیم تا شاید از این طریق بتونیم فرصتی برای کمک رسانی به ملت مظلوم فلسطین پیدا کنیم. امروز همه کشورهای غربی حامی رژیم صهیونیستی هستند و این باعث شده تا ما بیشتر به مردم غزه کمک کنیم. گذرگاه تریبیل عراق با اردن برای عراقی ها اهمیت ویژه‌ای دارد. از همین گذرگاه بود که عراقی ها در سال 1948 میلادی به سرزمین های اشغالی فلسطین رفتند و نخستین بار با رژیم صهیونیستی وارد جنگ شدند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، گذرگاه تریبیل در مرز عراق با اردن.